بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان با قسمت ششم از آموزش فصل نهم علوم تجربی پایه نهم فصل ماشین ها قسمت قرقره ها در خدمت شما هستیم. خب مثال 55 نگاه کنید. نوشته در شکل زیر با وارد کردن نیروی 50 نیوتن چه وزنه ای را میتوان بلند کرد؟ ببین بچه ها نگاه کنید این شکل رو. الان اولین کاری که میکنید مزیت رو باید به دست بیارید. این مزیت چی بود؟ مزیت بود F2 به F1، نیروی مقاوم به نیروی محرک. کاری که شما باید بکنید F2 به F1 رو چجوری حالا محاسبه میکنید؟ گفتید تناب هایی که رو به بالا هست رو باید بنویسید. ببین یه تناب، اینم دو تناب داره، اینو میکشه بالا. خب یعنی F2 به F1 شما 2، درست؟ 2. خب جایگذاریه دیگه. F2 به F1، F2 به F1، F1 رو داریم 50 قرار میدید به جاش 50 پاکش کردم. حالا 50 مساویه با 2. از اینجا F2 شما میشه چه عددی؟ 2 ضرب در 50 100 میاد. این است. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 56 رو نگاه کنین. این شکل رو به شما داده. یعنی در شکل زیر برای غلبه بر نیروی مقاوم 400 نیوتنی، نیروی مقاوم بچه همون F2 شماست. پس F2 شما اینجا 400 نیوتنه. چند نیوتن نیروی محرک لازمه؟ گفتیم چیکار میکنیم؟ تعداد تناب هایی که کمک میکنه این کشیده شه بالا رو میشماریم. اینی که رو به پایین کشیده شده نه، اونه که رو به بالاست. یه دونه، دو تا دونه. پس مزیت شما که میشد F2 به F1 برابر با 2. خب چیکار میکنیم الان دیگه؟ یه جایگذاری ساده است. F2 شما هست 400، F1 شما مجهول سواله و 2. F1 برابر میشه طرفین وسطین 400 تقسیم بر 2 میشه چی آقایون و خانم ها؟ F1 شما میشه 200 نیوتن. یعنی یه نیروی 200 نیوتنی اینجا وارد کنیم، یه وزنی یک جسمی که 400 نیوتن وزنش رو میتونیم بیاریم بالا. سوالاتش خیلی مقایسه و راحت حل میشه بچه ها. سوال بعدی 57. مثال 57 در شکل مقابل با نیروی 100 نیوتن چه وزنی رو میتوان بلند کرد؟ گفته با نیروی 100 نیوتن، یعنی F1 شما 100 نیوتنه. خب مزیت رو به دست بیاریم. چند تا تناب داریم که حالا داره کمک میکنه که ما این رو بلند کنیم؟ یه تناب، دو تا تناب. خب مزیتش میشه 2. مزیت هم میشد F2 به F1. خب وقتی F2 به F1 2 باشه، خب عدد بذار دیگه. F2 رو نداری، F1 100 مساوی 2. از اینجا F2 میشه 2 ضرب در 100 میشه 200 نیوتن. کلا بچه این فصله سوالاش مقایسه ایه، یعنی قشنگ سریع میتونی بنویسی و حلش کنی. حالا باز با مثال بیشتر آشنا میشیم، شما متوجه خواهید شد که اسم این فصل کم ترسناکه ولی این خیلی جذاب و شیرین اگه بلد شده باشید. میگه با توجه شکل زیر اندازه نیرو مقاوم رو به دست ببرید. این نیرو مقاومت رو میخواد. مزیت مکانیکی اولین چیزیه که شما تو این سوالات باید برید دنبالش. مزیت مکانیکی میشد F2 به F1. مزیت شما تو این سوال چنده؟ گفتم تناب هایی که به اون قرقره‌ای که جسمش متصله و داره میکشه بالا رو حساب میکنی. یه تناب، دو تا تناب، سه تا تناب. پس مزیت شما تو این سوال میشه چی؟ 3.
اوکی، مزیت شد 3. حالا یه جایگذاری اعداد دیگه. F2 رو که از شما میخواد، F1 هست 50 مساوی با 3 مزیت مکانیکی. از اینجا F2 میشه 3 ضرب در 50 میشه 150 نیوتن و سوال حل شد. بریم سراغ سوال بعدی. بچه این فصل بررسید خیلی جذاب و دوست داشتنی. در شکل زیر اگر نیروی دست 100 نیوتن باشه، خب این 100. وزن جسم چند نیوتن است؟ وزن این جسم رو میخواد. F2 رو میخواد. F1 هم به شما داده. خب برای محاسبش F2 به F1 این نوع اصلا نوعش رو ول کنید. چند تا تناب کمک می‌کنید بره بالا؟ این یه تناب است دیگه، اینه که داره سمت پایین میکشه حساب نمیشه. پس مزیت شما میشه F2 به F1 برابر با یه تناب. خب یه عدد باید جایگذاری بکنید دیگه. F2 شما چنده؟ نداری، میخواد. F1 چنده؟ 100 نیوتن برابر با 1. از اینجا F2 شما میشه 100 نیوتن و این سوال هم حل میشه. بریم سراغ سوال 60. دیگه مقدار اومد سختش کرد. برای حل این نوع سوالات میگه در شکل زیر شخص با چه نیرویی جسم را جابجا میکنه؟ اگر شخص تناب را، خب یکی یکی بریم جلو. اولین کاری که میکنید باید مزیت مکانیکی رو به دست بیارید. مزیت مکانیکی چجوریه؟ ببینید شما چند تا تناب دارید که باعث میشه این قرقر پایینی بالا کشیده بشه، بره بالا. ببینید این که رو به پایینی که حساب نمیشه. یه دونه اینه، یه دونه این هستش، یه دونه این هست، یه دونم این. باعث میشه این قرقره که با این وزنه بیان بالا. پس مزیت مکانیکی شما چهار. یه بار دیگه میگم، تعداد تناب هایی که باعث میشه این قرقره‌ای که این وزن بهش وصله بیاد بالا، یکی، این دوتا، این سه تا، اینم 4 تا تناب. پس مزیت شما میشه 4. مزیت مکانیکی فرمولش چی بود؟ این نیرو میخواد دیگه، F1 رو میخواد، اینم که F2 شماست. مزیت مکانیکی میشد F2 به F1. جایگذاری عدد، مزیت رو 4 به دست آوردی، F2 رو داری 200 نیوتن، F1 هم مجهولت. از اینجا F1 میشه 200 تقسیم بر 4 میشه چی؟ میشه 50 نیوتن. این از گفته اگر شخص تناب رو 8 متر بکشد، یعنی این تنابی که تو دستشه F1 رو 8 متر بکشه، تناب 8 متر بکشه، جسم چند متر میاد بالا؟ جسم چند متر میاد بالا؟ خب کاری که شما میکنید، فرمول دیگه مزیت مکانیکی بچه چی بود؟ فرمول دیگه مزیت مکانیکی چی بود؟ بنویسیم مزیت D1 به D2. میگه خب مزیت رو شما داشتید 4 بود. میگه اگر شخص تناب را 8 متر بکشد، یعنی D1 شما 8، D2 شما چقدر میشه؟ چقدر جسم جابجا میشه؟ D2 یه طرف اینه 8 تقسیم بر 4 میشه 2 متر. 8 متر این تناب رو بکشه، اون جسم 2 متر جا میاد بالا. اوکی، اینم از این. بریم سراغ سوال بعدی. سوالی میگه که در شکل روبرو الف شخص با چه نیروی جسم را جابجا میکند؟ اولین کاری که باز میکنید شما باید بیاید مزیت مکانیکی رو محاسبه کنید. تشخیص مزیت تو این سوالا مهمه. تعداد تناب هایی که داره به سمت بالا این قرقره که این جسم بهش وصله رو میکشه، یه دونه همینه، 2، این 3، این 4 و اینم 5. مزیت 5 یعنی چی؟ یعنی F2 به F1 5.
این F2 شما که 200 نیوتونه، این F1 رو میخواین، پس 5 برابر میشه F2 تون 200 F1 مجهول سوال دیگه، از اینجا F1 میشه 200 تقسیم بر 5 میشه 40 نیوتن. سوال بعدی، اگر شخص طناب رو 10 متر بکشد جسم چقدر بالا میاد؟ خب دیگه به راحتی می نویسید این یکی رو. مزیت فرمول دیگهش چی بود؟ D1 به D2. از اینجا مزیت شما که تغییر نمیکنه، همون 5. میگه اگه شخص 10 متر بکشه یعنی D1 شما 10، D2 تون چقدر میشه؟ خب D2 مساوی میشه با طرفین وسطین 10 تقسیم بر 5 میشه 2 متر. 10 متر که این تنابه رو این شخص بکشه 2 متر این جسم میاد بالا. اوکی، ولی خب فرقش چیه؟ فرقش نیروهاشه دیگه. 40 نیوتن نیرو وارد میکنه، 200 نیوتن وزن رو جسم رو میکشید بالا. مثال 62 رو ببینیم با هم. میگه که در شکل سیر اندازه نیرو مقاوم چقدره؟ یعنی F2 رو خواسته، اینجا F1 رو داده. اولین کاری که میکنید مزیت مکانیکیشو مشخص میکنید. مزیت چجوری بود؟ شما میمدی میشمردی تناباتو. این دسته دیگه رو به پایین داره میکشه، رو به بالا 1 تناب، 2 تناب، این 3 تناب، این 4 تناب. اینا تناب نیست بچه، اینا تکیه‌گاهه، اینا تناب نیست. 4. پس مزیت شما تو این سوال 4 هستش. مزیت فرمولش چی بود؟ بود F2 به F1. چقدر داره تکرار میشه؟ خب 4 مزیت. F2 شما نداری، میخوای به دست بیاری. F1 شما این نیرو دسته 200 نیوتن. دیگه خیلی اینو حل کردیم دیگه. F2 میشه 4 ضرب در 200 میشه 800 نیوتن. اگر بخوایم جسم 4 متر بالا بیاد شخص چقدر باید تناب بکشه؟ خب مزیت فرمول دیگهش بود D1 به D2. مزیت کمون 4. این سری گفته اگه بخوایم جسم 4 متر بیاد بالا، یعنی D2 شما رو داده 4 تا بیاد بالا، D1 شما چقدره؟ خب از اینجا هم D1 میشه 4 ضرب در 4 میشه چند؟ 16 متر. خیلی جذابه. و این سوال 63 میگه که در شکل‌های زیر نوع قرقره و مزیت مکانیکی هر شکل رو بنویسید. ببینید بچه‌ها، هر دو سادن چون یه دونه قرقره دارن. خب توی این شکل شما فقط حرکت چرخشی داری. یعنی چی؟ یعنی فقط این داره دور خودش این قرقره میچرخه، خودش جابجا نمیشه. یه نیرو اینجا وارد میکنی، این جسم رو میاره بالا. خب این قرقره ثابته. قرقره ثابت هم بچه‌ها مزیتش 1. اما این یکی شکله. ببینید یه قرقره است که هم حرکت چرخشی داره هم حرکت انتقالی داره. نقطهش یه حرکت انتقالی هم داره. یعنی چی؟ یعنی هم میچرخه قرقره‌تون، هم خودش بالا و پایین جابجا میشه وقتی وارد میکنه. مزیتش هم چی بود بچه‌ها؟ تعداد تناب‌هایی که قرقره رو متصل بهش 1 2. مزیتش هم میشه 2 مزیت مکانیکیش. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. موفق و مؤید باشید.